وقتی که به مسافرت یا به کجای تماشا نمی رویم، دیدمان، نظرمان، جهانبینی و روحیه امان تنگ می شود. می دانید چرا؟ چون که وقتی که به جای نوی می رویم و یک جای دیگری را کشف می کنیم، آرامش بیشتری پیدا می کنیم و فکر و عقیده هایمان بای و رنگین می شود که در نتیجه این پیشروی زندگی خوبی رو برایمان می شود. شاید بگویید که ما اینقدر درآمد نداریم که به مسافرت یا خود تماشای خارج برویم، ولی برای مسافرت حتما نباید به یک کشور خارجی دور رفت. شما می توانید برای مسافرت یا تماشا از کشور خودتان آغاز کنید و برای اول از زیبایی های کشور خودتان آغاز کنید. من مطمئنم که ما هم از زیبایی های کشور خودمان را به پورگی ندیده ایم، چون هر کسی باید اول زیبایی های وطن خودش را کشف کند و بعد برود به سفری دور.